میگه ام سر ام دیست ام نظر یکی دیگه خود. از این خودم کمربند ساختیم، ما میریم پشتی یک آن خرج خانه. در آن سوی دیوارهای فراموش شده کابل، زنی بی صدا اما استوار بار زندگی را به دوش می کشد. هشت سال از خیاطی میکنم. در طول 8 سال اینجا اینمی شاگردایم است، اینمی کارم است دیگه. ما نیاز در یک ماشین داریم که ماشین های ما فعال نیست، کلش ماشین ها فرسوده است، هر روز بیران میشه. خیلی وسایل در ماشین کار است در حساب خیاطی، مگر اینی چیزا رو ما فعال نداریم. امروز با خودم 11 نفر میشیم. اینی می کارم است، اینی یخن کار میشه، بخمل کار میشه، اینی از این قسم مرم کار میشه که به نام زنگوله میگند. از اینی قسم مرم کار میشه که اینی به نام خالموره یاد میشه، اینی به نام کجک، یک نوع کجک هم است. اینی را اونو خانم ها میکنه که کدمات هم کار است که دستوزی کنه بر ما. یک مارکت است بر ما همیشه او یک کمی حمایت میکنه که اینمی کارا رو بر ما میده. چون مجبوری است، کاروبار در افغانستان نیست، از روی مجبوری باز امیر قبول میکنیم، خوب است برای ما. اینی پیرانهای پاولدوزی را دوختیم. اینی قسم فتا کار میشه، فتی پاولی است. اینی دانایی کار میشه، اینی گلمیخی است به نام گلمیخی. باز اینی هم از این خودم کمربند ساختیم که از یک پاولی دانایی خودم یک قسم یک کمربند ساختیم که یک ذره مقبول معلوم شود. روز اول همین تو تصادفی از خانه برآمدیم، این سردرک نمیفهمیدیم. یک جور کالا را گرفتیم، باز دکاندار آمد بر ما که روز دوم دید، گفت که برای دایم بیا کالا ببر. باز اینمی شد که تا والا امی کارا را میکنم، من کالا میدوزم برشان میبرم. پس اندازه کلا نداریم، یعنی روی دیست همی قمیشه که میکنم و میخوریم. اینی یا کلش تار کار داره، لایی کار داره. باز این از یا که اضافه شد، بعد از او ما میریم پشتی یک آن خرج خانه. او زنیست دستبار درد و اراده، نانآور خانه‌ای که ستونهایش از همت یک زن بنا شده‌اند. از دولت خواهش مایی است که کدام همکاری کنه که ما یک دکان گرفته بتانیم، یک بودجه خوبتر داشته باشیم که ما از این وضعیت خود بکشیم که صحیح معلوم شود که این دکان است یا خانه. از دست خالی چیزی جور نمیشه. او فقط یک زن نیست، تکیهگاه خانواده است که حتی مردانش از برکت دستان او نان میخورند. زنان باید کوشش کنه که دست شوهر خود بگیره، دست بیادر خود بگیره، دست پدر خود بگیره، یا این قسم همکاری کنه که فامیل خود. این روز اول یک زنی که ازدواج میکنه میگه ام سر ام دیست ام نظر یکی دیگه خود. پیام میایی است که اول چون بیادرش باشه، پدرش باشه، شوهرش باشه، باید ام دیستش باشه.